در چین، کفار چین آفتاب می سازن، آفتاب مصنوعی. یعنی به این معنا که یک سیستم مثل افتاو می سازن که انرژی داده بره. یعنی آفتاب یک انرژی میته در دنیا که 1800 بیلیون دفعه، اگر همو قوی ترین بم اتمی که تا حال ساخته شده 1800 میلیون دانه از اونو بم اگر شما بسازین، معنایش است که انرژی به اندازه آفتاب ساختین. البته 1800 بیلیون اگر بشینین و حساب کنین، 1 بیلیون 1000 میلیون میشه. یعنی یک دانه آفتاب، دو دانه 1 میلیون، 100 میلیون، 1000 میلیون، باز 1000 میلیون، باز 1800 دفعه. اونو قدر اگر بم قوی ترین اتمی بسازین، آفتاب اونو قدر انرژی داره. به همین خاطر است که در زمین زندگی را به پیش میبره آفتاب. چاینیزیا میخواین که امیر تقلید بکنن و در یکی از شهرهای شرق چین ساینتیستایش به اینمی توانمندی رسیدن که امت یک سیستم جور میکنن در روی زمین که انرژی پای هم دیگه تیل ضرورت نمی باشه، چوب ضرورت نمی باشه. چی رقمی کار میکنن؟ Imagine building a prototype of the sun right here on planet Earth. Well, China is doing exactly that. It has broken all records by generating extremely hot plasma for 7 minutes. Why are we excited? Because the project is based on nuclear fusion. برای دفعه اول در زندگی انسان ها یک سیستم ساخته میشه که مثل آفتاب انرژی داده میره. آفتاب هر صبح که میبراید در اوی سه زمین که ما هستیم، انرژی میته بر زمین، سردی از بین میره، هوا گرم میشه، زندگی به پیش میره. از دریا تا سنگ تا حیوانات و نباتات در اثر همو زندگی میکنن و بیژنگ اینمی کار در چین میکنن. اینال چاینیزی ها چی میکنن؟ در اینجا اتم ها را خردتر ساخته میرن که انرژی دیگه ریلیز شه، اما در اینجا یک ویست میباشه. اینا اینال امو ویست میگیرن، با هم میکوبانن دوباره توسط ماشین های بزرگی که ساختن. این اتم های کوچک با هم در اینجا عوض که بشکنه یک جای میشه، اتم های کلانتر به وجود میاره. دوباره یک سیستم انرژی که به وجود میاره که انرژی زیادتر در اینجا بیرون داده میشه، آنقدر زیاد که مثل که آفتاب انرژی بیرون داده میره، این اتم ها در اثر خرد شدن یک بار انرژی میتن، در اثر کلان شدن دوباره انرژی میتن و به این ترتیب چین در مملکت خود آفتاب میسازه. آفتاب که ما هم در مملکت های عقب مانده از انرژی از او استفاده میکنیم. بحران تیل در دنیا میتونه که از بین بره. مولوی صاحب، آل کفار خواهی این در اینجا رسیده که افتاو میسازن، منابع انرژی تولید میکنن که برای همیشه در زمین برای بشریت کفایت کنه. ما من حیث مومنین و مسلمان ها مولوی صاحب یک چیز خو برای بشریت همیجا بکنیم که حال ما کم نهیم. کتاب ما خو مادر تمام علومه. این حال مولوی صاحب حداقل شما یک چیز بگوین که ما برای می کفار هم خود نشان بدیم که یعنی اگر شما یک تا چیزها را تانستین ما پس نمانده. مولوی صاحب امیره لطفا یک چیز بگوین که ما با میا ترجمه کنم که میا بفهمن که ما هم بسیار پیش رفتیم. در اروپا هم بودی دوست هستی یا در امریکا هم بودی؟ میگه برشان بگو که در امریکا مگه هستی دوست هستی، در اروپا هم هستی دوست هستی، در چین خب از دوست هستی. واقعا هیچ نه به عیسی باور دارن نه به موسی، واقعا بیا از دوست هستن. این حال همی دوست هایی که آفتاب ساخته اینا باید بفهمه
که او چیزایش مهم نیست. این مهم است که تو دوست نباشی. اما در امریکا، اروپا، چین، هند اینجا کلتان دوست هستین. چرا دخترت راستی چرا مولای صاحب؟ حتی دخترت با کسی رابطه نامشروع میگیره، یک دوره میاره در خانه، میگه این دوستم از دوست، تو مجبور طرفش خنده کنی. و خاطر دخترش میره یک نفر که خود در خانه میره که والا ما اینمی را خوش کردیم بابا، اینمی همسرم است یا اینمی شریک زندگیم است، بدون نکاح. یا دوست هستن. خال مولای صاحب ما ایره چطور بیا بگویم که یا خوشه یا خو بسیار خوار نشن. هم مولای صاحب و راستی خیره مولای صاحب ایره میگم شانه. اما مولای صاحب امی ناره حالا که در دنیا زندگی میکنیم، حالا می انرژی آفتاب از یاره ما دقیقا استفاده خواد کردیم. یک چیزی که یاره خوش بسازه بگوین. مثلا ما اگر کت از یار روبری شویم کت می مردم چین، امریکا و انگلیس و اروپا را شما بیاز دوست میگین کت می مردم، ما کت از یار چی کنیم که یا از ما فایده ببرن. مجاهد که کافر گرفت زنش کنیزه، بدون ازدواج میتونه استفاده جنسی کنه. مجاهد که کافر گرفت زنش کنیز است. کنیز یعنی که دیگه از توست، مثل که گوسفند داری زن کافر هم از توست. همی چاینیزی ها و امریکایی ها و اروپایی ها که اقدر زامت میکشن برای بشریت، ما و شما اگه کتشان مقابل شدیم و زنشان گرفتیم اونا چیستن؟ و نوکر ماست، برده ماست، کنیز ماست. اگه مرد بود برده ماست، اگه زن بود کنیز ماست. خو اینال کت کنیز چی کده میتونیم در این زمان در این عصر مولایی صاحب قار نشن کتشان چی کده میتونیم؟ امی زن کافر گرفته برای مجاهد نه بس 100 تاست بگی استفاده جنسی کرده برای حاجت نکاح نیست. یک مریضی سرش تیر شوه که رحمش پاک شوه کدام تا دیگه استفاده نکرده باشه خلاص. ما و شما زنای از یاره میتونیم بدون نکاح استفاده جنسی میکنیم، با نشان که هفته بسازن، با نشان که هرچی که میسازن بسازن. اما پیش ما که گیرت کردیم تو برده و کنیز ماستی، زنت میگیریم که شوی داره بلاده پسش رو زن ما میشه، به نکاح زن ما میشه، جزو امتعه ما میشه، جزو مال ما میشه، خرید فروش هم میتونه میشه، استفاده جنسی هم. حال یکم تا چی میگه خلیفه مسلمانا هارون رشید 100 دانه زن داشت، این ظلم نیست؟ حال 100 دانه زن آزاد خونه بود، زن کنیز جایزه 100 دانه زن داشت. خواهی چی میگه این حیوان است؟ بله یا دختر کافر وقتی که در جنگ کرده کت مومنین و در جنگ گرفته شده مثل حیوان واری معامله میشه. 100 تا زن کافر اگه گرفتی نوش جان دیگه، استفاده جنسی کده برو. حاجت نکاح نیست. حاجت نکاح نیست. اینی توفه ما مسلمان ها به بشریت است و این ما چرا میکنیم؟ به اساس قرآن میکنیم. آیه 24 سوره نساء شما برین بخوانین، یعنی از دل خود از شکمبه خود نمیگه. اینی چیزیست که ما مسلمان ها به دنیا توفه میتیم، دنیایی که باید در اینجا مثل برادر و همسایه خوب با اینا شانه به شانه زندگی کنیم، با مردمی که در دنیا اقضامت میکشن که برای ما منبع انرژی برای همیشه جور